تا حالا نماز بیعت با امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خوندی؟ الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین علیهم السلام. روز بزرگ قدیر، روز ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. آقا امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی در روز قدیر نزدیکی‌های اذان ظهر که زمان اعلام ولایت آقا امیرالمؤمنین هست، این دو رکعت نماز رو بخونه، مانند کسانی هستند که روز قدیر خدمت آقا رسول الله رسیدن و بر سر ولایت امیرالمؤمنین با آقا رسول الله بیعت کردند. چنین فضیلتش و اجر و قربش مانند کسی که در خیمه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. حالا این نماز چجوریه؟ دو رکعت نماز نزدیکی‌های اذان ظهر. حالا بهتره که در رکعت اول سوره بعد از هم سوره قدر خونده بشه و در رکعت دوم بعد از سوره هم سوره توحید خونده بشه. بعد از اینکه نماز تمام شد 100 مرتبه در سجده میگه شکرا لله شکرا لله و بعد سر از سجده برمی‌داره. یه دعایی داره که اونو در کپشن برای شما نوشتم و بعد از خوندن این دعا دوباره به سجده میره و 100 بار میگه الحمدلله و 100 بار میگه شکرا لله. بیعتتون با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مبارک باشه. همیشه به زیر بیرق آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشیم. افتخار میکنیم که مولامون آقا امیرالمؤمنین هست. یار و یاورتون مولا علی ابن ابی طالب یا علی مدد.